سلام، صبحتون بخیر. اینجا یه صبح ابری و بارونی داریم و احساس رخوت و تنبلی و خواب میکنه. منم تصمیم گرفتم حالا امروز که وقت دارم این نکات تخمیری شورهای تخمیری رو هیچ وقت یه جا نذاشتم، همش پراکنده تو ویدیوها بودش. گفتم که از این فرصت کوچولو استفاده کنم و یه خورده کلاس درس رو بندازیم. بذاریم ببینیم اصلا تخمیر چیه. میدونید یه پایه کار رو وقتی بدونید، وقتی بفهمید از نظر علمی و شیمیایی چی میگذره پشت قضیه، بعد دیگه میتونید خودتون چی میگن دستکاریش کنید یکم، و وقتی بدونید دقیقا قضیه چجوری میگذره خیلی با اعتماد به نفس بیشتری میتونید شروع به کار کنید و دیگه خیلی هی سوال براتون پیش نمیاد که چی به چیه. میتونید یه جوری چی میگن از پس یه شور و تخمیر موفق بر بیاین. تخمیر در واقع فساد کنترل شده مواد غذاییه که کاری که میکنه برامون مثلا وقتی یادتون میاد، اگر یادتون باشه قدیما فصل شهریور که میشد که فراوانی سبزیجات و اینا بود، همه به فکر شور انداختن و این چیزا میافتادن. این روش‌های مختلف نگهداری بود دیگه برای استفاده تو زمستونشون که سبزیجات کمتر بود. بنابراین یه جوری نگهدارنده طبیعی میشه. یکی دیگه این که تمام اون پروسه تخمیر و اون باکتریای خوب که مواد رو تجزیه میکنن، مواد مغذی داخل تو سبزیجات رو که همینطوری برای بدن یا حالا هرچی میوه‌جات هم میتونه باشه، میوه، سبزی و کلا پروسه تخمیر، شیر، غله، مواد مغذی که در مواد غذایی نهفته است و آزاد میکنه، یه بار هضمش میکنه و برای بدن ما قابل جذب و قابل هضمش میکنه. قبل از این پروسه بدن ما خیلی نمیتونه اونجوری که لازمه تمام خواص خوب مواد غذایی رو جذب کنه. و یکی دیگه این که طعمای خاص و پیچیده‌ای میسازه از مواد غذایی که بدون استفاده از مواد مصنوعی و مواد شیمیایی خیلی طعمای خاص و پیچیده‌ای میده. و یکی دیگه هم تولید الکل میتونه باشه. حالا چجوری کار میکنه؟ اینجوری میشه که تمام باکتریای مخمری، کپک و این چیزا که توی مواد اولیه هستش، مثلا رو پوست سبزیجات، رو غله، اینا، این باکتریا از شکر و نشاسته طبیعی که داخل میوه ها، سبزیجات، غلات هستش یا لبنیات هست استفاده میکنن و اسید و گاز و الکل تولید میکنن. تو تمام اطراف ما میلیون و حتی تو خود بدن ما باکتری وجود داره، باکتری ها و میکروب ها وجود داره. همشون بد نیستن، باکتری های بد هستن و باکتری های خوب هستن. و کاری که ما میخوایم بکنیم توی تخمیر، رمز موفقیت تخمیر اینه که با محیطی که برای تخمیرمون به وجود میاریم، این باکتریای خوب بیشتر رشد کنه و این باکتریای بد کمتر رشد کنه و اصلا رشد نکنه و در آخر باکتریای خوب غالب بشن و باکتریای بد رو از بین ببرن. حالا انواع تخمیری که داریم، یه تخمیری بهش میگن تخمیر اسید لاکتیک یا لاکتیک اسیدی
که اینا تخمیرهایی هست مثل شورهای تخمیری که درست میکنیم، مثل ساورکراوت، کیمچی، یا ماست و کفیر که درست میکنیم، یا نون با خمیر ترش طبیعی درست شده. اینا همه تخمیر اسید لاکتیک هستن. یه تخمیر دیگه داریم استیک که سرکه، کمبوجا و اینا شاملش میشه. یه تخمیر دیگه هم داریم که تخمیر الکلی هستش که شراب و آبجو و اون چیزا میشه. میبینید اینجا الان یه چیزی رو بگم. میبینید این تخمیر اسید لاکتیک و تخمیر استیک که سرکه‌ای باشه تو 2 تا دسته متفاوتن. هر کدوم از اینا یه پروفایل باکتریایی و یه تجمع باکتریایی خاصی دارن که یه سری خواص مخصوص خودشونو داره. میبینید وقتی که میخوایم شور درست کنیم، بعضیا میگن خب چی میشه یه قاشق سرکه توش بریزیم، سرکه سیب طبیعی فلان، سرکم خوبه، سرکم خاصیت داره. درسته، کاملا درست میگن، فقط با تفاوت این که وقتی شما اون یه قاشق اسید و سرکه رو که میشه تو گروه دوم به گروه اول اضافه میکنید، اون تجمع باکتریایی که تو تخمیر لاکتیک اسیدی هستش رو به هم میزنه و تبدیل به استیک میکنتش. اتفاق بدی نمیفته. چیزی که اتفاق میفته اینه که شما هم باکتریای قسمت این نوع اول تخمیر رو تو بدنتون لازم دارید، هم نوع دوم رو لازم دارید. بعد اون وقت فکر میکنید که خب من خیلی خوبه دارم شور تخمیری میخورم، بنابراین اسید لاکتیک بدنم تامین میشه، مثلا اون باکتریایی که تو این محیط هستن اونا تامین میشه، پروبیوتیک اینا تامین میشه، همه چی چقدر کار خوبی میکنم. ولی در صورتی که این اتفاق داره نمیفته و شما تبدیل کردید اون محیط باکتریایی اولی رو تبدیل کردید به استیک، به محیط سرکه‌ای، همچنان چیز مفیدیه ولی اون اتفاق اولیه براتون نیفتاده. حالا اگر دارید مثلا کفیر استفاده میکنید یا مثلا برای خودتون کیمچی جدا استفاده میکنید، خیلی خوب، اشکالی نداره، در هر صورت داره اون بهتون میرسه. ولی اگه شور تخمیری تنها منبعیه که مثلا فکر میکنید داره اسید لاکتیک و باکتریای اون محیط بهتون میرسه، فقط آگاهی اینو داشته باشید که بهتون نمیرسه. بنابراین مشکلی که همه دوست دارن یه ذره مقاومت کنن و بگن نه من سرکه بهش اضافه میکنم چون طعمش رو دوست ندارم، مشکلی نداره، فقط اینه که اون باکتریایی که دنبالش هستید بهتون متاسفانه نمیرسه. بریم صفحه چند بودیم؟ بریم سراغ صفحه بعد. خب این محیطی که کجا بودیم؟ محیط مناسب گفتیم دیگه. یعنی چی محیط مناسب براش؟ یکی از چیزایی که تو تخمیر همون لاکتو اسیدی مهمه اینه که وقتی که لاکتو تخمیر میشه اسید لاکتیک تولید میشه که همون ترشی و حالت اسیدی چیزای تخمیری و لاکتیک اسیدی رو داره، یه حالت وزوز داره. میبینین این نوع باکتری اکسیژن احتیاج نداره، اکسیژن براش بده و وقتی تو محیطی باشه که اکسیژن نباشه خوب رشد میکنه، خوب زیاد میشه و میتونه باکتری های خطرناک رو بکشه و غلبه کنه بهشون.
از اون ور برای باکتریای بد اکسیژن لازم دارن برای رشد و نمو کردن و برای زنده موندن. بنابراین اگر محیطتون و سبزیجاتتون با اکسیژن در تماس باشه در موقع تخمیر، متاسفانه باکتریای خوب نمیتونن خیلی رشد کنن، عوضش باکتریای بد میتونن رشد کنن و اینجوری میشه که شورتون خراب میشه، کپک بد میزنه روش، نه اون کپک مخمری سفید که مثل یه فیلم سفید رو میگیره، اون نه، ولی کپک های وزوزی و فرفری سبز و صورتی و سیاه و اینا که میزنه، اونا دیگه باید دور ریخته بشه شورتون. اون وقتیه که سبزیجاتتون با اکسیژن در تماس بوده، که یعنی میشه اینطوری. اگه بخوایم با شکل نشونش بدیم، ببینید شکل سمت چپ یعنی این، حالا نمیدونم داره آینه نشون میده یا نه، تو این شکل میبینید که سبزیجات، اگه این سطح آب باشه، سبزیجات اون بالا، مثلا شما آب تا اینجا، آب نمک تا اینجا ریختین، اون بالاش در واقع چیزی که فضایی که هست شامل اکسیژن هم هست، هواست دیگه. اگر سبزیجاتتون یه خورده بزنه بالای این سطح و کامل زیر آب نگه نداشته باشید، این اون موقعیه که این سبزیجات رو کپک میزنه، کپک بد که دوست نداریم داشته باشه، و این منتقل میشه به زیریا و این موقع است که باید از شر شورتون خلاص بشید. پس بنابراین همیشه باید سعی کنیم به این شکل نگرش داریم که تمام سبزیجات، حالا یا میوه‌جات، هر چی که استفاده داری میکنی، زیر اون سطح آب بمونه. حالا شیشمون کو اینا، نه اینو که گفتیم. پس اگر بخوایم مثل حالت یه فرمول پایه‌ای، بازم نمیگم فرمول دقیق و حتمی، برای اینکه بازم بستگی به اینکه اون ماده اولیه‌ای که دارین باهاش تخمیر میکنید چی هست، چه نوع سبزی هست، چه نوع میوه‌ای هست، یا اصلا دارین از چه روشی استفاده میکنید، این درصدا میتونه بالا پایین بشه، میتونه فرق بکنه یکم. ولی فقط یه چیزی که مثلا مثل مرجع داشته باشید که دستتون بیاد اول کاری چجوری باید استفاده کنید. یه فرمول تقریبی اینجوریه که وزن سبزیجاتتون به علاوه وزن آبتون هر چقدر هست، اینو ضرب در 2.5 بکنید، 2.5%، یعنی ضرب در 0.25. این میشه مقدار نمکی که به صورت معمولی لازم دارید برای سبزیجاتتون. آب و نمک آب و سبزیجات جفتشون رو وزن میکنید، نمک رو وزن میکنید. لیتر و پیمونه و این چیزا خیلی کار نمیکنه، برای اینکه بعضی از نمک ها چی میگن، درشت هستن، بعضی ها دونه هاش ریز و پودری هستن. بنابراین اگه مثلا بخواین یه قاشقی بخواین حساب کنید، پیمانه‌ای بخواین حساب کنید، وزناش فرق خواهد کرد. حالا این 2.5% میتونه، من حتی 1% هم شنیدم بعضی از تخمیرها استفاده میشه که خب خیلی باید مواظبش باشیم، مواظب بقیه چیزایی تو محیط مثل درجه هوا و رطوبت و این چیزا باشین. ولی تو حالت معمولی بین 2% تا 5% برای همین سبزیجات معمولی یا میوه‌های معمولی که خودمون داریم جواب میده. اگه یادتون باشه یه چیزی مثل لیمو که تخمیر کردیم، به خاطر ترش بودن لیمو و به خاطر اصلا چی میگن مدل متفاوتیه دیگه، خودش یه
آب داره، اسید داره. اونو 15% گرفتیم اگر یادتون باشه، نمکشو یه چیز بین 10 تا 15%. بنابراین میبینید که فرمول قطعی نیستش، برای بعضی چیز خیلی چیزا میتونه فرق کنه. برای همین سبزیجات معمولی مثل مثلا شور گلکلم، هویج، خیار، این چیزا که میزنید این فرمول خیلی خوب کار میکنه. درجه محیط بین 14 درجه تا 21 درجه خیلی شرایط مطلوبی هستش. معلومه که هر چقدر به پایینیه نزدیکتر باشه زمان کمتری لازم دارید، هر چقدر به بالاییه نزدیکتر باشه نه برعکس، هر چقدر دما پایین تر باشه زمان بیشتری طول میکشه و هر چقدر دماتون بیشتر باشه زمان کمتری طول میکشه. هر چقدر کمتر بذاریدش این لاکتیک اسیدی که تولید میشه کمتره، خاصیتش کمتره و اینی که کمتر ترش میشه. بنابراین اون کسایی که دلشون میخواد هم خاصیت بیشتری داشته باشه و هم به جای اضافه کردن سرکه خودش طبیعی ترش بشه، یعنی ترش و شور بشه، ترش مزه و شور مزه باشه شور تخمیریشون، میتونن زمانش رو ببرن بالا که لاکتیک اسید بیشتری تولید بشه. بعد از این زمان میتونید توی یخچال نگرش دارید. توی یخچال که نگرش دارید دما میاد پایین، بنابراین میتونید مدت‌های خیلی خیلی طولانی نگه دارید ماده تخمیر شده‌تون رو، سبزی تخمیر شده‌تون رو، مثلا ماه‌ها، در بعضی مواقع سال‌ها شاید بتونید نگه دارید، چون بازم تخمیر داره صورت میگیره ولی خیلی 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 رشدش کمه. حالا اینکه تو موقعی که داره این کار تخمیر اتفاق میفته دقیقا مرحلش چه اتفاقایی میفته؟ اینه که تو حدود 24 ساعت اول مثلا میکروبای خوبتون جا باز میکنن تو محیط و شروع میکنن به کشتن باکتریای بد که لازم نیست تو اون محیط باشن و باکتری خوبمون لاکتوباسیلیکا شروع به کار و شروع به رشد میکنه، از شکر و نشاسته استفاده میکنه که تو طبیعی توی سبزیجات و میوه ها هست، اونا رو تبدیل به لاکتیک اسید میکنه. این پروسه حدود 2 تا 5 روز اول طول میکشه که همین موقع است که شروع میکنه یه سری حبابا و وزوز روی سطح شور تخمیریتون به وجود میاد و مثلا میتونید یه ذره بوش رو بفهمید که داره یه ذره ترش میشه و بعد از 5 روز به بعد، از بین 5 تا 30 یا حتی شاید 40 روز دیگه اسید کامل تولید میشه، هرچی بیشتر بمونه بهتر جا میفته و دیگه کلی حباب گازدار میشه، تقریبا یه جوری کلی حباب CO2 میبینید توشو. این موقعیه که میتونید وردارید و استفادهش کنید و یا منتقلش کنید به یخچال که میگم این بین 5 تا 30 روز به نظر میاد خیلیه تفاوتش، ولی بستگی میگم به دمای هواتون داره، بستگی به این داره که چجوری مزه‌شو بخواین. تو اون 24 ساعت اول و یا همون 2 تا 5 روز اول مزه واقعا افتضاحه، یعنی اگر یه ذره بچشین واقعا چیز ناخوشایندیه. بعد دیگه 5 تا 30 روز وقتی که تست کنید متوجه میشید که چجوری طعمش رو دوست دارید، خاصیت باکتریاییشو چجوری دوست دارید، برای اینکه بعضی دلشون میخواد واقعا مفید باشه، باکتریای مفید کامل رشد خودشونو کرده باشن، بنابراین یه ذره بیشتر صبر میکنن. یا اگه محیطتون گرمتره این اتفاق تخمیر زودتر صورت میگیره، باید دائم چک کنید که مثلا
دیگه شل نشه سبزیجاتتون و هر وقت به نظرتون میاد درست شد به یخچال منتقلش کنید. یه چیز دیگه هم که هستش، اگر با وزنه تمام سبزیجاتتون رو زیر اون آب نمک نگه دارید، یا حتی میدونید اگر وزنه ندارید، یه کاری که مثلا میشه کرد اینه که توی یه کیسه تمیز و مقاوم رو پر از مثلا حبوبات بکنید یا یکم برنج یا یکم آب و اینو فشار بدید و روی سبزیجات بذارید و اونا رو زیرش نگه میداره. فقط مثلا شن و ماسه توش نریزید که اگر یه دفعه پاره بشه این کیسه در مثلا تخمیر، باز حبوبات و اینا یه مواد غذایی هستن دیگه، شن و ماسه بریزین دیگه کلش همه خراب میشه. وقتی که اینطوری همه مواد رو زیر آب نمک نگه دارید، یه 3-4 تا انتخاب دارید. چون گاز CO2 تولید میشه، میتونید از این ظرفایی داشته باشید که تخلیه هوا داره و یه طرفه عمل میکنه درش، یعنی گاز خارج میشه ولی هیچی وارد نمیشه، هیچ هوایی وارد نمیشه. یا اینکه که گازای CO2 خارج بشه. یا اینکه کاری که میتونید بکنید اینه که درشو کامل ببندید و کلاً شورتون خیلی گازدار میشه. یا اینکه میتونید هر چند روز یه بار یه کوچولو درشو باز کنید، یه پس میکنه CO2 خارج میشه. یا اینکه اصلا مهم نیست واقعا، اگه همه چیتون کامل زیر آب نمک باشه میتونید همینجور فقط درشو شل روش بذارید، فقط به خاطر اینکه ماده خارجی واردش نشه واقعا، و یه کنار بذارید، برای اینکه مهم نیستش که خیلی هوا واردش بشه، به خاطر اینکه همه موادتون مطمئنید که زیر آب نمک هست. دیگه فکر کنم واقعا هر چی که بود و توضیح دادم دیگه. روزتون خوش باشه همگی، انشالله شما روز آفتابی و دلپذیری داشته باشید. من با همین هوای ابریمون راضیم. روزتون خوش و خداحافظ.